سلام، چطورین بچه‌ها؟ مستر توکسید هستم. خوش اومدین به چنل خودتون. یه ویدیو دیگه. تو ویدیو قبلی گفتیم که 2 سال آخر زندگی مهرداد دوم تاریکه و هیچ اطلاعات دقیقی نیست تا گرشاسپ به پادشاهی میرسه. بعد از اینم تا چند پادشاه بعدی هم همین جوریه، یعنی داستان تاریکه و نوشته های زیادی ازش نیست. حتی تو کل منابع به اتفاقی فقط توضیحات خیلی کوچیکی در مورد پادشاهی بعدی داره تا چند پادشاه بعدی. ببین، گرشاسپ همه منابع به اتفاق میگن که یکی از شاهزاده‌های اشکانی بوده، ولی فقط یه سری از منابع میگن که پسر مهرداد دوم بوده. پس به قطعیت نمیشه گفت که پسر مهرداد دوم بوده. این تا اینجا گرشاسپ به پادشاهی رسید، حکومت کرد. حکومتش هم زیاد طول نکشید، 1-2 سال بیشتر طول نکشید. بعدش پسرش ارد یکم، این به اتفاق همین منابع میگن که پسرش بوده، ارد یکم به پادشاهی میرسه. این هم زیاد حکومت نمیکنه، کلا 2-3 سال بیشتر حکومت نکرده. تو نوشته هایی که هست و سنگ نوشته خیلی کمی که پیدا شد. بعد تو درگیری با سیناتروک حکومت از دست میده. چجوری از دست میده حکومت رو؟ سیناتروک یکی از شاهزاده های اشکانی بوده، ولی از یه قوم دیگه، از یه قبیله دیگه بوده به نام که قومش هم بعدن اسمش خودش میذاره سیناتروکیده. خب این قوم پشتیبانش کیا بودن؟ قوم سورن بودن، سپهبد سورنی که تو سکستان زندگی میکرده. چرا اینا بودن؟ چون خودش تو لای سکه ها زندگی میکرده سیناتروک و اونجا با سورناها آشنا شده بوده و باشون متحد شده بوده. حمله میکنه ارد یکم، بعد از 2-3 سال پادشاهی که داشته شکست میده و پادشاه میشه. سنش خیلی بالا بوده. تو خیلی از منابع میگن که همون اوزکیکاووسی که تو شاهنامه هست همین سیناتروکیده است که من قبلا توضیحاتی که شباهت خیلی زیادی این دوتا شاهنامه و تاریخ ایران به هم داشتن و تو این ویدیو پلیلیستی که بالا میاد واسهتون ویدیوهاشو ضبط کرد. سیناتروکیده چون سنش بالا بوده سریعا حکومت از دست میره و پسرش میشه پادشاه. پسرش کی بوده؟ فرهاد دوم. فرهاد دوم وقتی پادشاه میشه میگن که اصلا فرهاد دوم پدرش رو خودش کشته به کمک برادرش ارد دوم. میگن این دوتا با هم دیگه دسیسه درست میکنن و پدرشون رو مسموم میکنن و میکشن. یعنی سیناتروک به دست بچه‌هاش کشته میشه. اینم از اینجا میبینید خیلی کلیه، نمیشه واضح باز کردش و گفتش مثلا اینجا اینجوری بوده اینجا اونجوری بوده. خیلی ازشون اطلاعات زیادی نیست، فقط اسم پادشاه هست، چجوری به پادشاهی رسیدن، یه چیز خیلی کوچیک. پادشاه میشه فرهاد دوم. اینجا با برادرش با مشکل میخوره ارد دوم. کلی هم از مناطق پادشاهی تو دوران سیناتروکیده از دست میره، حتی تا نزدیکی بین النهرین هم پادشاه ارمنستان از ایران میگیره. این یادم رفت بهتون بگم. اشکانیان کوچیک میشن، یعنی اون پادشاهی که مهرداد دوم ساخته بود کوچیک‌تر میشه. فرهاد دوم با برادرش به مشکل میخوره. اینجا بعد 2-3 سال هم حکومت فرهاد دوم ارد موفق میشه که فرهاد رو شکست بده. فرهاد فرار میکنه، تو مسیر کشته میشه و ارد دوم به پادشاهی میرسه. ارد دوم جزء اولین پادشاهایی بعد از این دوران تاریک و بی اطلاعی از حکومت اشکانیان که یه اطلاعات خیلی کوچیکی ازش هست. ارد دوم پادشاه میشه. جنگ‌های ایران و روم تقریبا از اینجاست که شروع میشه و به سمت اون جنگ‌های بی‌انتهایی که سده‌ها طول میکشه تا از بین به تموم بشه رو شروع میکنه. ارد دوم به پادشاهی میرسه، جنگ‌ها رو شروع میکنه. کشور خیلی از بین میره، بین النهرین از بین میره، اونور ارمنستان تا کشور داخل کشور نفوذ کرده. از سمت شرق چینی‌ها یه مقدار از مرزهای ایران رو گرفتن چون ایران ضعیف شده بود دیگه. زیادا باز حکومت نمیکنه، کلا 5-6 سال بیشتر حکومت نمیکنه و پسرش فرهاد سوم پادشاه میشه. در مورد فرهاد سوم خیلی اطلاعات هست و اینجا دیگه دوران تاریک اشکانیان به پایان میرسه و اطلاعات خیلی دقیق جنگ‌هاش، تاریخ جنگ‌هاش و همه چیز هست که تو ویدیو بعدی در مورد فرهاد سوم به صورت مفصل با هم دیگه بحث میکنیم که پادشاه نسبتا خوبی هم بوده. دوباره شروع میکنه کشور گسترش دادن و بزرگ کردن. منتظر اون ویدیو باشین تا یه ویدیو دیگه. خدا نگهدار.